نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نشست دیروز خود در رابطه با بودجه سال آینده بحث و گفتگو کردند. با سلام و احترام خدمت کارشناسان محترم شرکت 3 نقطه سر سطر، نرم افزار خیلی خوبیه، خیلی کار راحت کرده. هم از لحاظ به قول خودمون فعالیت آنچنانی ندارین شما واسه تایپ کردن، بخواین چشمتون رو خسته کنین، حروف رو نگاه کنین، بیای بالا مانیتور رو ببینی درست نوشتی، حرف میزنی تایپ میکنه. خیلی خوبه، خیلی عالیه. به نظر من اولین نرم افزاریه که به این صورت هوشمند و قدرتمند میبینم. نرم افزار تشخیص گفتار زبان فارسی به دست متخصصین دانشگاه صنعتی شریف به بهره برداری رسید. نقطه سر سطر.